دوستان می‌خوایم با این نقره‌مون مفعول درست کنیم و بعدش گردنبند ماری بسازیم. بریم که با هم ببینیم. خب 90 رو انجام دادیم. اون نقره 15 سانتی رو کردیمش 2 متر و نیم. بریم که با زنجیر بسازیم. خب این ضخامت مفعولمون 210. بعد از 210 حدیده بکشم برسونمش تا 150 که ضخامت مورد نظرمون به دست بیاد. خب مفعولامون رو تبدیل به حلقه کردیم. بریم برای حرکه کاری تا حلقه ازم جدا بشن. حلقه رو حرکه کردیم، بریم برای جوش کاری. خب حلقه‌مون رو به این شکل در میاریم تا بافت زنجیر رو شروع کنیم که این حالت رو میگیره. 10 سانت از گردنبندمون رو بافتیم. این گردنبند قرار 70 سانت بشه. کاملش که کردم براتون پستش رو میذارم.